ассалому алайкум, шунавандагони арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби чорум, гуфтори 130. نصر ابن سیار با تدبیرهای اصلاحات اندازستانی و سازشنامه صلح می‌خواست موقعی سیاسی و اجتماعی خود را در میان مسلمانان ماوراءالنهر و خراسان استوار نماید. او سیاست سازشکارانه و مصالحت آمیز را تدریجاً گسترش بخشیده از همه گونه اصول و تدبیر و واسطه های امکان پذیر استفاده می نمود که نفوذ امویان را در خراسان و ماوراءالنهر نگاه دارد و رقیبان سیاسی آنها را سرکوب سازد. یکی از سرچشمه های با اعتماد تاریخ بخارای نرشخی این سیاست مصالحت آمیز نصر ابن سیار را خیلی خوب تجسم نموده می نویسد که چون نصر سیار به سمرقند رسید، تخشاده بخار خدات به نزدیک او رفت و نصر او را کرامی کرد و حرمت داشتی که دختری او را خواسته بود. و نصر سیار با تخشاده بخار خدات سخن می گفت که دو دهقان از بخارا بیامدند، هر دو از خیشانی بخار خدات بودند و هر دو بر دست نصر سیار اسلام آورده بودند و بزرگزادگان بودند. هر دو در پیش نصر سیار از بخار خدات تظلم کردند و گفتند که بخار خدات دهه‌های ما را غصب کرده است و امیر بخارا واصل ابن عمرو آنجا حاضر بود. از وی نیز داد خواستند و گفتند این هر دو دست یکی کرده اند و ملک‌های مردمان می‌گیرند. نصر سیار هارون ابن سیاوش را فرمود تا خنجرها را از میان ایشان بکشاد و امیر بر ایشان روی ترش شد. آن هر دو دهقان دورتر شدند و تدبیری کشتن ایشان کردند. نصر سیار به نماز برخاست و اقامت کرد و امامی کرد و نماز بگزارید و بخار خدات به کرسی نشسته بود، نماز نگزارید از آنکه هنوز کافر بود در سر. چون نصر سیار از نماز فارغ شد، به سراپرده اندر آمد و تغشاده را بخواند و تغشاده را بر در سرای پای اندر لغزید و بیفتاد. یکی از آن دو دهقان بدوید و کاردی بزد بر شکمی بخار خدات و شکمی او را بدرانید و آن دیگر به واصل اندر رسید و وی هنوز اندر نماز بود. دشنه اندر شکمی واصل زد. واصل چون او را بدید تیز شمشیر بزد و سری آن دهقان را بینداخت و هر دو به یک بار مردند. بخار خدات را به سرا پرده بردند و نصر سیار او را به بالین خود بنشاند و تکیه داد و قریحه طبیب را بخواند و فرمود تا معالجت او کند و بخار خدات وصیت می کرد و 1 ساعت بود بیمرد. چاکران او در آمدند و گوشت از وی جدا کردند و استخوان‌های او را به بخارا آوردند. وی 32 سال پادشاه بود. سال 745 حارث ابن سریج به خراسان بازگشته از نو مبارزه را ادامه داد.
نصر ابن سیار سرلشکری خود سلیم ابن احواز را به حضور حارث ابن سریج فرستاده پیشنهاد نمود که به خلیفه مروان دو 744 750 بیعت نماید و به قصر بخار خدادهای مرو ساکن شده انتظاری گرفتن منشور تازه عملداری گردد. اما حارث ابن سریج بیعت کردن را به خلیفه مروان دو رد نموده امویان را بر رعایت نکردن دستورهای قرآن و راه و روش اسلام گناهکار شمرد و از نصر طلب کرد که اداره نظامی را نگه داشته سرپرستی امور دینی را به جدی کرمانی واگذارد. نصر نیز این تکلیف را نپذیرفته آماده نبردهای نوبتی گشت. حارث ابن سریج با جدی کرمانی پیوسته با لشکری متحدشان دسته های نصر ابن سیار را شکست دادند. نصر ابن سیار به خاطر انگیختن خصومت و جدایی در میان رقیبانش مرو را ترک کرده به سوی نیشاپور عقیب می نشیند. واقعاً بعد از فتح مرو جدی کرمانی اداره ملک را کاملاً به دست گرفته سپاه حارث ابن سریج را با وعده های شیرین می فریفت و در میان جانبداران او نزاع می انگیخت. دیرتر در زمینه نزاع و اختلافهای پدید آمده در بین اتفاقچیان جنگی شدید خیست و هنگام یکی از محاربه ها با جدی کرمانی سال 746 حارث ابن سریج کشته شد. یکی از رقیبان توانای نصر ابن سیار از بین رفت و در حال به نزد کرمانی سفیر فرستاده او را به صلح و سازش خواند. ولی کرمانی پیشنهاد کرد که نصر ابن سیار از امارت دست کشیده در خانه بنشیند تا ما مردی را امیر اختیار کنیم که میپسندیم و اگر این را نپذیرد چندان که خواهد از مال خراسان بردارد و برخیزد و به نزدیک امیر خیش شود تا ما و شما اندر کار خیش بنگریم. اگر این نیز نکند و نخواهد والله که او را به نزد من جز شمشیر نیست. نصر ابن سیار ناچار نیروهای موجوده نظامی را به مقابل جدی کرمانی سفربر نمود و او نیز عاقبت در یکی از محاربه ها جان باخت. با همین نهضت انقلابی ابو مسلم خراسانی فرا رسید که از حساب مسلمانان جبر دیده و ناراضی از سیاست امویان همچنین از صف مواریان و خارجیان و پیروان مذهب سنی و شیعه جانبداران خود را افزوده تدریجاً به یک نیروی توانای سیاسی و اجتماعی و مذهبی تبدیل می یافت که سرنگون ساختن خلافت امویان به سر قدرت آوردن خاندان عباسیان و برقرار نمودن عدالت و برابری را در نظام اسلام والاترین هدف خود می شمردند. نهضت ابو مسلم خراسانی. نصر ابن سیار رقیبان توانایش را با مشکل‌های سنگین برکنار ساخته باشد هم وضع سیاسی و اجتماعی ماوراء النهر و خراسان را آرام کرده نتوانست و ابو مسلم خراسانی با دسته عیاران و جوانمردان و هزاران داوطلبان انتقام جوی پرچم مبارزه را بر ضد امویان برافراخت.
می توان یادآور شد که در قلمرو خلافت امویان نیروی توانای قدرتخواه از خاندان عمک پیامبر عباس پدید آمد که آنها در ابتدا از روحیه شیعه پرستی و جنبش های خارجیان عراق و ایران و اهل خراسان خیلی ماهرانه استفاده می کردند. بنیادگذاری رویه قدرتخواه عباسیان محمد ابن علی نبیره عمک پیامبر بود که حق و حقوق رسیدن به خلافت را دعوا کرده داعیان و واعظان یعنی ترغیباتگران کامل حقوق فرقه خود را به خراسان و ماوراء النهر فرستاده پیروان و فداییان صادق نهضت عباسیان را گرد می آوردند. در تاریخ طبری یک دلیل خیلی عجیبی هنگام امارت اسد ابن عبدالله سال 735 در خراسان دستگیر شدن داعیان نخستین عباسیان سلیمان ابن کثیر، ملیک ابن هیثم و لاحیز ابن قریز ذکر شده است. ولی از میان یک سال نگذشته سال 736 به خراسان باز واعظ دیگری عباسیان با تخلص خیدش فرستاده شد که در نشاپور و مرو از نام محمد ابن علی ترغیبات و گردآوری پیروانش را ادامه می بخشید. هنگامی که خیدش نیز دستگیر شد و در حضور اسد ابن عبدالله تندگفتاری و بی احترامی ظاهر کرد، دست و زبان او را بریده چشمانش را کافتند. بعد مرگ محمد ابن علی سروری رویه عباسیان به پسری او ابراهیم ابن محمد گذشت که او نیز به ماوراء النهر و خراسان داعیان و واعظانش را فرستاده چون پدرش بر ضد ظلم و ستم و بیدادگری های امویان دعوت به عمل می آورد. داعیان او در برابر عرب ها از میان مردم خراسان و ماوراء النهر انتخاب می شدند که این باوری ساکنان محلی را به سیاست پیش گرفته عباسیان می افزود. یکی از بزرگترین جنبش های اجتماعی و سیاسی مردم خراسان و ماوراء النهر که سراسر جهان اسلام را به لرزه افکنده بنیاد دولت امویان را سرنگون ساخت نهضت ابو مسلم خراسانی می باشد. ابو مسلم خراسانی مطابق معلومات سرچشمه های تاریخی سال 720 در قریه سپیدیج شهر انبار سریپور افغانستان تولد یافته است. بعضی سرچشمه ها زادگاه او را به مرو و اصفهان همچنین قریه بوشنج هرات نیز نسبت می دهند که در هر صورت به ایرانی اصل بودن او شبهه نمی ماند. استاد صدرالدین عینی در آچرک تاریخی اسیان مقنع در اساس معلومات روضت الصفا می آورد که نسب ابو مسلم به کودرز یکی از پهلوانان مشهور ایران قدیم می رسید. کودرز در عزای سیاووش سیاه پوشیده بود و در غیر جنگ نمی خندید. ابو مسلم نیز در وقت خروج خود سیاه پوشیده و در غیر معرکه جنگ خنده نمی کرد. نام او ابراهیم و کنیتش ابو اسحاق بود و پدرش مسلم نام داشت. ابراهیم امام به او تکلیف کرد که نام و دو کنیت خود را دیگر کند. این برای همین بود که به خود ابراهیم امام هم نام نباشد. بنابراین او نام خود را عبدالرحمن و کنیت خود را ابو مسلم گذاشت. ابو مسلم مردی میان قد، گندمگون، خوشمنظر، شیرین سخن، فراخ چشم و پهن پیشانی بود. به زبان فارسی و عربی گپ میزد و سخن او فصاحت
و بلاغتناک بود. با کس مزاح نمی کرد، دایم پیشانیش گریه زده، پرچین و ترشروی بود. و قبل بعضی تاریخ نگارانی دیگر نام و کنیه ابو مسلم سر اول ابو اسحاق ابراهیم ابن حیکان بختکان بوده. گویا نسبش به بزرگ مهری بختکان، بزرگ وزیری مشهوری عهد ساسانیان رفته می رسیده است. دیرتر هنگامی از جانب امام ابراهیم پیشوای داعیان خراسان تعیین شدنش، نام خود را به عبدالرحمن ابن مسلم و کنیتش را به ابو مسلم خراسانی عوض نمود. نام رسمی او در سکه هایش عبدالرحمن ابن مسلم ثبت شده است. به قول بعضی محققان و تاریخ نگاران، پدری ابو مسلم اصلاً بنداد و خودش بهزادان پسری بنداد نام داشته. پدری او بعد پذیرفتن اسلام نامش را عثمان می گذارد و به صف موالیان همراه می شود. درباره تقدیر پدری ابو مسلم چندان معلوماتی صحیح نیست، ولی ذکر می کنند که از تولد پسرش چندی نگذشته فوتیده است. شاید از همین جهت باشد که ابو مسلم خراسانی به دایره موالیان راه یافته، چون غلام ابو موسی سراج از اصفهان به کوفه سفر می کند. مطابق معلومات طبری، ابو مسلم در دوره خلافت مروان بیرون آمده، در خراسان پیروان زیاد یافت و به یکی از رقیبان توانای دولت امویان تبدیل یافت. و این ابو مسلم غلامی بود و سراجی کردی و نامش عبدالرحمن ابن مسلم بود و در خدمت گروه مردمان بود از بنی ایجل به خراسان که ایشان را بنی عیسی ابن معقیل گفتندی. و این ابو مسلم غلامی بود زیرک و خردمند و هوشیار و فرهنگی و دوستی بنی هاشم اندر دلش افتاد. و محمد ابن علی ابن عبدالله ابن العباس آن روز به مکه بود و مالی با خود برده بودند و دادند و نزدیک او همی شدند هر روزی. و ابو مسلم با ایشان بود. یک روز محمد ابن علی ایشان را گفت: این غلام آزاد است یا بنده؟ گفتند: معقلان ایدون میگویند که او مولای ایشان است و ایدون همی دعوا کند که آزاد است. محمد ابن علی گفت: ندانم که این چیست که شما همی گویید، ولیکن غلام زیرک همی بینم و خردمند و من اندر او علامتهای بسیار همی بینم که امید خواهد بودن که او از آن کسها باشد که اندر دولت ما حرکت کند. پیشوای عباسی های شهر کوفه ابراهیم ابن محمد که یکی از دعواگران مسند خلافت بود، در سیمای ابو مسلم یک جوانی زیرک، تیزهوش، جسور و دارای پیش آمدی نیک را دیده او را آزاد کرد و قریب 2 سال در نزد خود نگاه داشته سبق زندگی، کمالات ذهنی و آب و تاب جسمانی و معنوی داده بارها از آزمایش می گذراند. با همراهی و هدایت امام ابراهیم او چندین بار به شام سفر کرده، سپارش های مخفی و دستورهای مهم را سربلندانه انجام داد و شایسته اعتماد و باوری پیشوای داعیان عباسی گردید. شاید در همین دوره او با درخواست امام ابراهیم نسب و کنیه خود را دیگر ساخته، نام عبدالرحمن ابن مسلم را پذیرفت و با اشاره از زاد بومش چون ابو مسلم خراسانی شهرت یافت. امام ابراهیم در سیمای ابو مسلم
یک پیشوای توانای جنبش سیاسی و دینی اهل خراسان و ماوراءالنهر را میدید و به مقربان و داعیان همنشینش فضیلت‌های او را ستایش میکرد. ناگفته نماند که خاندان عباسی ها به قوم و قبیله های عرب تبار سرزمین عربستان و شام و حجاز چندان اعتماد نداشتند و برای عملی گشتن هدفهای سیاسی و اجتماعی و رسیدن به مسند خلافت اساساً به مردم خراسان و ماوراءالنهر تکیه می کردند و در سیمای آنها حمایتگران خود را می دیدند. ابو مسلم خراسانی نظام مکتب خوفیوی و سبقهای سیاسی و مذهبی عباسیان را گذشته سال 746 برای انتشار دعوت عباسیان به خراسان آمد. آن وقت ابو مسلم به قول مورخان از 19 سال بیش نداشته باشد هم با زیرکی، جسارت، تیزهوشی و قابلیت سروریش در میان پیروان عباسیان نفوذ و اعتباری کلان پیدا کرده با دستورهای خاصه راه وطن اجدادی را پیش گرفت. یکی از دستورهای امام ابراهیم آن بود که باید در خراسان کسی را که زبان عربی داند زنده نگذاری. دستوری دیگرش آن بود که زنهار به سلیمان ابن کثیر مخالفت نکنی. هدف اصلی امام ابراهیم از این دستورهای دادهش تعقیب و نیست کردن همان عرب‌هایی بود که سیاست امویان را دستگیری نموده به مقابل عباسیان و پیروان آنها مخالفت و دشمنی ظاهر می کردند. تا آمدن او پیشوای داعیان خراسان مرد عرب تبار با نام سلیمان ابن کثیر بود که در سیمای ابو مسلم جوان رقیب آینده اش را دیده او را چندان خوش نپذیرفت. این جوان مرد در روستاهای مختلف نیشاپور و مرو عیاران و مبارزان و پیروانش را گرد آورده آنها را به مبارزه آشکارا و نبرد و میدانداری بر ضد امویان آماده می ساخت و فرصت مناسب قیام و محاربه های داوطلبانه را می پایید. ابو مسلم خاندان عباسیان را دفاع نموده می خواست با مدد آنها خلافت امویان را سرنگون سازد و تحت پرچم اسلام در خراسان یک دولت توانای ملی برپا نماید. او داعیان خود را از قریه سفید زنج مرو مثلا ابو داوود و عمرو ابن عیان را به تخارستان، نادر ابن سبیح تمیمی و شریک ابن غدی تمیمی را به مروارود، ابو عاصم عبدالرحمن ابن سلیمان را به طارقان، ابو جهم ابن عطیه را به خوارزم فرستاده با یاری این واعظان و مبلغانش در نیشاپور و توس، ابیورد و سرخس، مرو و نیسا، هرات و بلخ، بخارا و سمرقند و دیگر شهرهای خراسان و ماوراءالنهر از میان مردم ناراضی و اذیت دیده و غلامان و فراریان پیروانش را گرد می آورد و آنها را برای آشوب و مبارزه علیه امویان آماده می ساخت. و قول طبری او خود را خداوند علمهای سیاه و پیروانش را سیاه جامگان اعلام داشته تلاش و پیکارهای میان نصر ابن سیار و رقیبان او جدی کرمانی و حارث ابن سریج را با زیرکی مادرزاد مشاهده می کرد و نزدیک رسیدنی ساعت مبارزه را احساس می نمود. هنگامی که محاربه های شدید میان نصر ابن سیار و جدی کرمانی بالا گرفت،
ابو مسلم به دعوت آشکارای ضد امویان شروع کرده پرچم مبارزه را سال 747 برافراخت. با پندار یکی از علمای عهد جدید اسلام مرتضی مطهری، نهضت ابو مسلم از حرکت شعوبیگری و دیگر رویه های مذهبی خلاف امویان الهام می گرفت. سیاه جامگان در بلاد ماوراءالنهر قیام کردند. قیام خیش را ضمن خطبه نماز عید فطر اعلام کردند و نماز عید را مرد به نام سلیمان ابن کثیر ظاهراً از دعات عباسیان است خواند. شعار این قوم که هدف آنها را مشخص می کرد آیه کریمه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم بود. کلمه شعوبا که در این آیه کریمه آمده است بنا به گفته مفسرین اشاره به مردمی است که اجتماعاتشان رنگ قبیلوی ندارد. ایرانیان که طرفدار تسویه و مخالف تبعیض بودند شعوبیه نامیده شدند. نصر ابن سیار که به جنگ ضد کرمانی اندرمان بود از آشوب ناگهانی ابو مسلم به حال ناگوار افتاده و والی عراق یزید ابن عمر ابن حبیره نامه نوشته از او امداد خواست. او در نامش یادآور شد که به جنگ و درگیری های ضد کرمانی اندرمان است تا پایداری و امنیت دولت امویان را حفظ نماید. ولی در این لحظه حساس مرد دیگر بیرون آمده است از پسران سراجان که او را نه دین است و نه اصل و گروهی با او گرد آمده اند از فاسقان خراسان از شیعت ولد عباس و سوگند هم بر تو به خدای که خراسان را ضایع نکنی که من همی ترسم که این کار از دست بشود. باید که مرا مدد فرستی. اما یزید ابن حبیره امدادخواهی نصر ابن سیار را سهل پنداشت و از عراق به مدد او نرسید. استاد عینی از روی این نامه نصر ابن سیار که جانبداران ابو مسلم را فاسقان خراسان نامیده است نسب ابو مسلم را به تاجکان خراسان نسبت داده جسارت او را چون پیشوای مردمی محلی در خروج ضد امویان توصیف می نماید. پیروان ابو مسلم فرصت را مناسب یافته در شب عید فطر 25 رمضان سال 129 هجری قمری مطابق به 10 ایون سال 747 تحت پرچم سیاه و با جامه‌های سیاه قیام را آغاز کردند. جانبداران ابو مسلم برای آن پرچم سیاه و جامه سیاه داشتند که به سوگ خاندان علی و ستانیدن قصاص نبیره‌های شهید پیامبر برخلاف جامه سبز امویان رنگ سیاه را رمز مبارزه و کینه‌خواهی قرار داده بودند. шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори 103-юмро аз китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён шунидед. ровӣ ализода абдурашиди хоҷамқул, коргардон шералӣ нағзалӣ. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. шод бошед.